آیا مطلب فقط یک ماشین حساب پیشرفته است؟ قطعا نه. تمام قدرت مطلب در توانایی اون برای کار با ماتریس‌ها نهفته است. در این ویدیو یاد میگیریم چطور داده ها را به شکل متغیرها، بردارها و ماتریس‌ها ذخیره کنیم. آماده اید؟ چون این مهمترین درس کل این دوره است. متغیرها در واقع ظروفی برای نگهداری داده ها هستند. برای تعریف نام و مقدار اون متغیر رو مشخص می‌کنیم. به طور مثال من تعریف میکنم A مساوی با 10. مهمترین چیز قوانین نامگذاری صحیحه. توی نامگذاری متغیرها نباید از فاصله، کلمات کلیدی مطلب مثل کلیر یا علامتهای خاص استفاده کنید و دقت کنید که مطلب به حروف بزرگ و کوچیک حساس هستش. مطلب برای کار با داده‌های گروهی ساخته شده. برای ساخت بردار ردیفی یا وکتور از فاصله یا ویرگول استفاده می‌کنیم. به طور مثال من می‌نویسم v مساویه و باید داده ها رو داخل کروشه قرار بدیم. 1 فاصله 2 فاصله 3 و اینتر. می‌بینید که یک بردار ردیفی به شکل 1 2 3 تعریف شد. همچنین برای بردار ستونی باید داده ها را داخل کروشه قرار بدیم، با این تفاوت که برای جدا کردن سطح ها از سمیکالن استفاده میکنیم. میبینید که یک بردار ستونی به اسم W در اینجا ایجاد شد. همینطور اگه بخوایم یک ماتریس دو بعدی تعریف کنیم، داده ها رو داخل کروشه قرار میدیم و سطح ها را با سمیکالن از همدیگه جدا میکنیم. به طور مثال من میخوام یک ماتریس 2 در 2 تعریف کنم. سطر اول به صورت 1 2 می نویسم، با سمیکالن به سطر دوم میرم و می نویسم 3 فاصله 4. می بینید که یک ماتریس 2 در 2 به این صورت ایجاد شد. حالا شما یک ماتریس 2 در 2 دارید. از اینجا به بعد میتونید عملیات برداری و ماتریسی واقعی رو شروع کنید. تبریک میگم. حالا شما بنیان مطلب رو میشناسید. با متغیرها و ماتریس ها میتونید تمام محاسبات پیچیده مهندسی رو انجام بدید. در ویدیو بعدی آموزش رسم نمودارها رو داریم. پس حتما تو کانالمون سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. ویدیوهای بعدی رو میتونید از پلیلیست ببینید.